دوستان اومدیم با این ویدیو زیبا جذاب دیگه. این ویدیو قراره بهتون نشون بدم شوت‌های مختلف بزنید. اول از پاورشوت شروع کنن، بعد 4 تا مدل شوت بزنید. 1 پاورشوت، 2 بیرون پا، 3 کاتدار، 4 چیپ. اول از پاورشوت شروع می‌کنیم. اول میرید نزدیک دروازه‌بون، الی کاری کن میگیرید، دایره رو بزنید و بعدی برای زدن شوت کاتدار باید برید نهایی دروازه‌بون مثلا بازکن رو یا پاچپ یا پاراست به اینم بستگی دارید. میرید شما آری کن میگیرید و دایره رو میزنید شوت کاتدار و برید برای شوت بیرون پا. برای زدن شوت بیرون پا شما باید برید نزدیک دروازه‌بون و ال رو نگه دارید و دایره رو بزنید. این شد. بریم یه دونه دیگه. این شوت بیرون پا بود. حالا برای زدن شوت چیپ میرید نزدیک دروازه‌بون. حالا بعد دروازه‌بون وقتی اومد جلو شما اینو بزنید باید الی کن نگه دارید و دایره رو بزنید. نشد حالا یکی دیگه بریم. دوستان امیدوارم این چند تا مدل شوت زدن که بهتون آموزش دادم براتون مفید باشه. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک، کامنت، دنبال فراموش نشه. تا ویدیو دیگه، خداحافظ.